اصلا سیوه. امنیت اولین چیزی که برای من عشق تعریف میشه. من اسم اصلا تو گوشیم سیوه. خونه اصلا بودم و خرابکاری کردم. وقتی اون خرابکاریو کردم دیدم اصلا یه نگاه کرد و گفت خوب کردی. من خب تایم زیادی نبود میشناختمش و باهاش حتی معذب بودم. وقتی که به من گفت خوب کردی، من نگفت اشکال نداره. میفهمی؟ اشکال نداره یعنی تو کار اشتباهی کردی ولی حالا من میگذرم ازش. گفت خوب کردی. من یه لحظه به خودم نگاه کردم، به روابط گذاشتم، حتی به فضای خانواده، اینکه چقدر پیش اومده من خرابکاری کنم و یکی به من بگه خوب کردی کارو کردی. عموما یا تو دهنم زده شده یا دعوا شده یا بهم گفتن تو دست و پا چلفتی، تو فلانی. اما من الان با یه کسی مواجه هستم که در مقابل چیزی که من فکر میکنم بده میگه خوب کردی. مگه میشه؟ پس من کنار این آدم چقدر میتونم خودم باشم و به راحتی اشتباه بکنم. عشق یعنی امنیت داشتن، یعنی تو کنار کسی کاملا خودت باشی، کاملا بتونی خود واقعیت رو و ورژن بهتری از خودت رو زندگی بکنی بدون قضاوت و بدون کنترلگری، بدون احساس بد. این